سلام، خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو قراره که روکش ها صندلی رو عوض کنیم. این جا داره روکش قبلی رو باز میکنه و فنر رو ایناشو آزاد میکنه. این دم از روکش الان ماشین و اینا، روکش پوسیده و اینا. اینجا کفیه داره با فنرش عوض کرد. حالا خود ابریش هم خرابه، داره ابری هم باز میکنه. راستی یه نکته این که صندلی هایی که روکش جدید میاد روش صندلی رو که رو ماشین نیست، یعنی صندلی ماشین الان روشه، اینم یه جفت صندلی دیگه است روش روکش میزنه. ابری جدید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. زنگوله چنل هم حتما فعال کنید که ویدیو جدید گذاشتم با خبر شید. حالا اینجا روکششو داره جا میزن رو ابری. حتی ابری فکر کنم مال خود پژو نیست، چون بعدش تو جلوتر میبینین که یکم جلوتر هم شکل و ظاهرش اینجا به مال پژو نمیخوره. همینجا درست فنر روش نمیشینه، همین که اینجا داره ابرو براش میبره. نمیدونم ابرو چی بود. اینجا بغل ابرو کوتاه میکنیم که درست بشه. خب حالا اینجا خود صندلی رو جا زد، یکی کرد. نمایی از ماشین. جا اینو لولا میخواد جا بزنه. و اینجا داشت میزد یا باتریش تموم شد، رفت باتری عوض کرد اومد. صندلیشون از انباری آوردم، روش یه عالمه موه گربه بود. گربه ها موهاشو پاک کرد با جارو. حالا روکش جدید. سمت راننده است صندلیش. خب اینجا داره روکش راننده هم میزنه. اوکی کرد، چون روکش شاگردم همینطوری بود دیگه. ما شاگردو فیلم نگرفتم جا زدنش. البته ما شاگرد ابرش سالم بود، فقط روکش بود. این هم کفیه زیرپایی عقبه، صندلی زیرپاه. چون با مال پژو خیلی فرق داره، روکشش اوقات تمیز نشست. یه عالم میخی زد اما باز آخر درست نشد. اینم کمریشه، کمرش با مال پژو تقریبا یکیه. شکلش برای همین خوب نشست.
دیگه فیلم نگرفتم. تمیز نشستی یکی صندلی ها داره باز میکنه. اینجا کمربند رو باز کرد، قفل کمربند حالا داره باز میکنه، میبندش رو صندلی جدید. صندلی جدید رو جا میزنه، میبنده و به صورت جنگی مال اوورم همین کار میکنه. اما ایور این پیچش هرس شد. اینا پیچش که چطور شد. خب حالا برگردیم. داره جا میزنه به صورت برق و باد. کله پشتکی هاشه، ابریه چی بهش میگم، بالشتک صندلیشه به زور داره جاش میکنه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. حتما هم زنگوله چند رو فعال کنیم. نمای فعلی و نمای کار در شب. روکشا مال عقبم کمرش خیلی خوب شما، زیر پایش اوقات تمیز در نیامد اما باز خوشگل شد، از قبلی خیلی بهتر شد. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.